$10,000 چیکار میکرده ای خونگی ما؟ اگر که حقیقت داشته باشه شاید که اینجا یک بازی رژیم هم باشه، بازی رژیم، چون که این ملت ها گفتم که در همه راههای پستی تلا میکنن رژیم. شما دیدین که چندین بار با عملهای تروریستی مردم خودش متهم میکنن. امیر رحمونов خودش میگیره دختران میبره در دبی میفروشه، در ترکیه، در عربستان میته. نمی رژیم رسما حکومتی، نه که یک شب اولشون میته، یک عمره میتشون، اما جسم بدنش پال میبخشه به شیخ عرب و به دیگر شهروندای خارجی. همین رژیم میکنه. خب $10,000 در کار بوده ای خانگی من قرضدار به دست آید. اگر که یک مثال بیارم، کارمندانی گمرک میگیم نفرش که 2 سال پیش 2018 بود، بله، ماه ایون رسانه ها را گفتی گپا ترک کن. شهباز رجبعلی یک کارمندی گمرک 3 ماشین دخانه چند صد هزار دلار میتونست که همین دختر همین کارش نمیکرده، یک مراجعت میکرد. اگر که شوهرش میفوره، ما یک مراجعت یک پیشنهاد میکنم هر دختری که شوهرش میفوره هوسی شو کردن داره و پیشنهاد کنه. اگر با نوار، منظور نواره، با نوار ایزو میکشه، شرم میکنه، میتونه طریق خطی عکس هم نمونه، طریق خطی از زیاد نفرا علیه سایت دارن یا که خودش هم نداشته باشه یک برادرش داره، پیشنهاد کنه که ما دختر تمام خاراکتریستیکش بگه نمیخواد دخترم سالم نمیقدره شوهر میخوام. گناه نیست یک نفری که رسما یک بلوخت نجات میده، ایو که یک شبخت میفروشی $10,000. من یاد دارم یک 6 سال پیش این حادثه را با چشمام دیدم. که یک مادر در مسکو در دختر خودش $3,000 دا فروخت. یک شبه دخترش بعد عمل حرامش 1 سال پس رفت تاجیکستان، هم خیلی تنفروش میگشت. در تاجیکستان هم تنفروشی میکرد. اوش دم خبرم هست، یعنی که میدونم در تاجیکستان همون 5 سال پیش 6 سال پیش 2013 و 14 مادر دخترش در همین مسکو داد $3,000 ده به تاجیک. یک شبه مادر خودش، شما میفهمید مادر چیه؟ نفری که همون کودک به دنیا میاره، دختر یا 19 ساله بود یا 20 ساله بود. انا یا رسمی نبود. شما ببینید که این کاری که رسمی شد، غیر رسمی میدونید چند قدره؟ غیر رسمی که گفتم که پیشتر میترسن که با جوابگری میکشنشون قایل نمیشون، یا که بعضی شاید که ای شرم حیاشون نگه. زیاد دخترها یا که همشهرها هموطنای ما و شما مورد نمخه تجاوز قرار میگیرن. و این نفری که $10,000 یک شبه به فروش مونده، پیشنهاد میگم که باید یک اعلان میکرد، شاید نفر پیدا میشید که همون را میگرفت بزنی، شاید نفر پیدا میشید. گفتم که همون شهباز یک کارمند گمرک خودش $200,000 داشت، اگه با قانونی که با همون گفته رحمونov اونا 2017 6 نفر کارمندانی تماجنی را کارمندان تماج در قبیدن 6 نفر چی بود؟ یکتش خیرزاده، یکتش اینایتزاده بود که بود با تونها طلا قبیدنشون، میلیون ها پدان ها دلار ایورو. اما نمیتونست که $10,000 ببرو رمی دختر بتا میتونست. یا که اینه رحمونوفو نمیتونن که یک دختر اگر که رسما اعلان میکرد که من بهم خیلی مصیبت گرفتارم، اعلان نمیکرد که من اگر که شرط نمیمون که من نتین من این کارو میکنم، همین کمک میکنین مده که من همین قرضم بتم، یا که شوهرش میفورد میگه من شوهر میکنم، همین رسما میگه گناه نیست. انا این کارش گناهه به ابروگی این همیه. این کارش میدونه که چند قدر ابروی تاجیکستان پس میکنه. یک بیچاره ورزشگر میره جانکنی میکنه، ابروی تاجیکستان میبرده و بعد صورت
صورت رحمانوف در فوتبالکش میمونه، میگه تاجیکستان با پیش ما قهرمانی ما به رحمانوف بخشیدم، یعنی که آبروی تاجیکستان رو میبرداره با گفتی خودش. نه میبینی که این بیچاره میفرورش. اگر که این حادثه با میگم که درست باشه، این دختر شهوتران نباشه. شهوتران یعنی که بعضی هسته با $10,000 چی خونه خریده میتونه نمیتونه. خب اگر زمین شاید بخره، شاید که فکرش در ماشین باشه، همین $10,000 او میگن که سوم چرکی دسته، همین یک مدت کو بعضی شاید رسولش کنن. رحمانوف شاید که در روز $10,000 از خود کنن، طعامهاش یک وزیرش در روز یک چوخری و یک عبیدی و شاید که $1,000-2,000 باشه. یک کنیک رحمانوف $10,000، یک شیشه عرقش. ببینه انا گفتم که وقتی کودک تجاوز میشوه، بجاوگری کشیده نمیشوه، رقصه در بغل بچه ها و مسافده فر میگرده تا میخره، بجاوگری کشیده نمیشوه، دیگه این دختر هم میبینه میگه هیچ کنه میکنه این آزادی خدمت تاجیکستان دولت دموکراتیه. در این حالت ها هم خیلی میگن قانونی را من نکرده، قانون بازی جوابگری و جنایت جزا تعیین نکرده بگیریم بکنیمش چی قینه برای همه کار تعیین کرده تو نیست که یک مسکه برای سلامتی هر یک نفر باید بکنه. شما در حال گرفتین دلسوزانه گرفتین ای 90 تا 180 سومون تو نیست که همین هم بگیرین رقصه را، سراینده را، حجمنگار را، نمیدونم معلم، هر یک تایمی که بی‌معنی و بی‌ترتیبی و بد اخلاقی میکنه را بگیرین به جوابگری بکشین. خینه خوابی دختر اگر که $10,000 در احتیاج داشته باشه باید این کار نمیکرد. حتی نگاه کنید با گفته پدر مادر قرض داره اویلمون، او چه خیلی پدر مادر بوده ایره اجازت داده، او چه خیلی برادرش بوده ایره اجازت داده. یا خش تبار نگاه کنید شهر دوشنبه نمیدونم اون کدوم کوچه‌اش اون محله رئیس محله جمع کنه اون محله را مردم شو اون دوما برین در پیش خونش بگین ای بابتون تو آبروی همین محله را ریزوندی. آبروی دوشنبه پایتخت میگه که بهترین پارچه روی زمینه، آبروی دوشنبه را ریزوند. تاجیکستان یا دوشنبه نیست، آبروی تاجیکستان را ریزوند. اما ای نگاهی که نمو مخلصای رحمانوف میگن که دوشنبه بهترین شهر روی دنیاه، باید نمو محله میرفت انمی دختر همین کارش میگردون ولی هم وقته. اما الکن دیگه پاند شد و این دختری تنفروش باز دوباره تکرار میگم که محکومش میکنم این کارش جایز نیست. و اما شما اگرچه اولین باره که رسما میشنویم این اولی کاره نمیره رحمانوف میتونه سیرش بگیره میتونه اما پروانه داره این کار اگر که خیلی رفتن بگیره فردا با یک نفر دیگه پیدا میشه که با اخچه نامزدیشه در هم خیلی تنفروشی میمونه. بعد خارجی میگیره $10,000 چه بوده؟ 10 تا $10,000 میگیره میبره وطن خودش، یا که یک شوده 10 تا $10,000 میخره. سومی چی نیست، سوم دشمن انسان میشه از زیادی وقتا فراموش نکنید. با اون سوم تو هیچ کار تابوت کنه نمیتونی. فراموش نکنید بغیر از گناه کردن شرمنده کردن خودت آبروی محله و خشتبار و ملتت میریزونی. شد میفوره این ما وعده میتونم که نامرتبطه مرا نته رحمانوف بته فراموش کن 2016 26 یون دا چی گفته بود یک دختر ولایتی بدخشان نیست یکون زنگ میزدگی نامرتبطه گفت من میتونم ای پگه زنگ تلفن تمام گفت در حالت مستی چی گفت $10,000. گفتم که پیشترک همه زن خودش آوازش هم حرامه وقتی که بشنوه مردی بگونه به ضرورت صورت چهرهش هم اگه با چی برسه با او تنشه با چی برسه خودش در اختیار یک این کاره نگاه کنین. ما اگه بگیم دلیل نداره میرم آشکار بگم همه خیلی تجاوز زیاد همه حکومت دارو میکنن زیاد همه منصب دارو میکنن همه تجاوز ایکو میکنن نکی پول میتن که خبکای جودا نگو. همین دختر نمیشید که او قدر کثافتی او قدر برهی یک حکومتی در میگفتی ترا $10,000 میداد
شاید قطعیت خوب هم میکرد. اگر ناموس میداشت خوب نمیکرد، میگفت این سوما بگی من قطعیت هم خوب نمیشم. او میگم که پیشتر گفتم این همون چی سرچشمه میگیره. وقتی که راهبر فاسد شد، زینوکو و فاحشه‌کار شد، دیگه این همین مردم پیرو همو های. او میگن که پیرو پیشوای ملتی، ای دنبال همو میروند. این کار ما محکوم میکنم. این کار تماما درست نیست، اجازت نیست. یک دختر ببروه رسما تنفروشیش در خارجی ها پیشنهاد کنه. این $10,000 با میگویی سومی کلام نیست در خارجی ها. پیامبر ما شما یک حدیث بسیار خوب و عالی و یک منطقی داره که میگه که کمبغل به کفر نزدیک است. کمبغل به کفر نزدیک است. یا که خیلی مردم ما میگن که کمبغلی به کفر میبره کو، انم تریش دیگه. بعضی هاش دینش فروخته. من چند تاش پیش دیدگیم. پیش دیدگیم که خودم گفتم ما هر ماه $50 میگیریم، یک امضا روزی جمع میریم در همون کلیسا میکنیم. در همین شهر دوشنبه. انا میخواد کمبغلی به کفر میبره، انا میای کمبغلی به زنا میبره، کمبغلی به دزدی میبره، کمبغلی به انا خیلی فحش و به انا خیلی فساد میبره. و انا میره سرچشمش نه تنها رحمان و فضل. انا می مردم خچم هست. خودشم مردم گناهکار به مسئولیتی میگیم که اینا میای. مسئولیت شناس نیسته. نمیفهمیم که ما باید که این بلاها را از سر خودمون دور کنیم. میگیم که در دنیا هم جواب میتیم، در اون دنیا هم. شما فکر میکنین که ما هر روز میبریم این نمازی خلیقتی نمیشه و ای عذاب خدا نجات بیاوی، ای سوال جواب با این نمازی خلی نجات نمیاوی، یا که خب حج رفتی او یک قرض یا که یک مسئولیت شخصی خودت بود. نماز بخونی او مسئولیت شخصی تا این مسئولیت اجتماعی است. ما یک آیتی داریم درباره مسلمان برادر مسلمان ها، اینما المؤمنون اخوه، سوره حجرات. مسلمان برادر مسلمان ها، یا که حق مسلمان بر مسلمان 5 تا. این یک حدیث و آیت گپای بزرگوار ما قدر زیاد داریم که اینا نگاه که یک نفر زندان میکنن برای چی؟ یک کمبغل کمک کرده زندانش میکنن. یک جوان یک کمبغل کمک میکنه او را تعریف میکنن. نمیره رحمانوف. شما چه خیلی فهمیدید؟ یک جوان یک کمبغل کمک میکنن 5 سال زندانش میکنن. یک جوان دیگه یک کمبغل کمک میکنه او را تعریف بالا میبرن که بهترین نبیره رحمانوف، صاحب کار، تاجر، پولدار خیر کرد. یک نفر خانه داد، یک نفر پول داد، یا که خوراک داد یا که نان داد. چی فرق داره؟ هر دوش جوانه. گفتم که مسافده حق نداره که جوان یا که مسافده زندان کنه، اما این مسافد امغلی رحمانوف است. ولی ما میگم که رحمانوف زندان کنه، بعضی شک میکنه زندانش کردن در کار 90 ساله کشید، باید که 90 سال دیگه زندانش کنه. می رحمانم 90 ساله شد، 90 سال دیگه باید زندانش کنه. خدا 1000 سال دیگه عمر بینه، اما در زندان عمرش بگذرونه. اگرچه گناهش شوشته نمیشه با 1000 سال. نگاه کنید یک مسافر بود زندان کرد. ایتالی چند تا مسافر خوب گفتم که برد زندان کرد، با میکشه در زندان. ما شما با هم به مسئولیتی تماشا میکنیم. اگر هر یک تایم شما گپ زنید، در جمع سخن میخوام به آخر برسونم. هر یک تایم شما اگر مسئولیتیمون رو حس کنید، هر یک تایم شما اگر گپ زنید، گفتم پیشتر که نوشتن، گپ زدن یا یک کاری که در حضور یا که میگیم که در ریال انجام داده بتونیم بهترینه و باید ما بکنیم. به مسئولیتی با میگم که ما شما را ای بلا ای آخرت نجات نمیده. هر یک ما شما آرزو داریم که در این دنیا بهترین شخص یا که زندگی خوب داشته باشیم، در قیامت هم با سر بلند در پیش خداوند حاضر شیم یا که بهشت جاویدان بریم. هر یک ما شما آرزو داریم یا نه؟ بله داریم. اما بهترین مسئله چی با قفا میمونه؟